مشق رقمی 48 یعنی که حاصل ضرب و سوم تبدیل گرفته است. 4 سینوس الفا ضرب سینوس 60 طرح الفا سینوس 60 جمع الفا. همه خیلی میاد. ما بچه‌ها از راه فرموله سینوس الفا ضرب سینوس بتا حاصل ضرب و سوم تبدیل دادن استفاده داریم. چیکار کنیم؟ اینجا ما هر دو این انتخاب کنیم. سینوس 60 گرادوس طرح الفا سینوس 60 گرادوس جمع الفا. این فرموله سینوس الفا ضرب سینوس بتا استفاده می‌کنیم. اما 4 سینوس الفا خودش اومد ضرب 1 2 1 کوسینوس الفا طرح بتا یعنی بتا ما مینوس کوسینوس الفا جمع بتا. درست می؟ بعد این 4 و 2 اختصار شد 2 سینوس الفا کوسینوس مینوس الفا ما مینوس 2 الفا میشه. لیکن از بس که کوسینوس فرموله جفت است کوسینوس مینوس 2 الفا ما با کوسینوس 3 برابر میشه 2 الفا خودش میشه. طرحی ارگومنت اینجا در الفا و الفا اصلاح میشن 60 و 60 100 چندم؟ 120 بچه‌ها الان کوسینوس 120 گراد ما اگر حساب کنیم فرمول موافق کتی این به چند برابر؟ الان اولا جاش رو گذاشتیم این چونین یک باره جای کوسینوس 2 الفا بر 1 مینوس 2 سینوس کوادرات الفا آوریم. یعنی فونکسی تریگونومتری ارگومنتی چند استفاده می‌کنیم. انگو دومش در این قوس کمتر ثابت کنیم 1 جمع 1 2 3 2 میشه. بعد این قوس شدیم وقتی که ضرب کنیم 3 سینوس الفا تا 4 سینوس خوب الفا داد. همین اتفاق در خودش چه به برابر بود؟ سینوس 3